و در زمانهای قدیم علما با حدیث استدلال میکردند اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث. این حدیث از عبدالله ابن عمر روایت شده است. اگر آب به قلتین رسد، بعضی علما 166 لیتر گفتند، به چینکی امروز بعضی ها 300 لیتر اضافه گفتند، آب به همین قدر رسد دیگه نجاست برداشت نمی کند، یعنی نجاست نمیشه تا مادامی که طعمش یا رنگش یا بویش تغییر نیابد، با افتیدن نجاست آن آب نجاست نمیشد. گفتن همین حدیث دلیل کرده میگفتن که یعنی یک عالمی کلام یگان خطایی کند اگر پاک باقی میماند. به همین حدیث تکیه اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، اگر آب به یک درجه رسد و نجاست دیگر نیست و نابود میکند. کی شود دریا زی پوزی سگ نجیس، دریا آبش کلان است، آبش جاری است، اگر یگان سگ آمده با دهان پلیدش اگر به دریا دهن زند، دریا ناپاک نمیشد، دریا پاک باقی میماند. همین حدیث دلیل میکردین. این حدیث اهل سنن روایت کردن، یعنی ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه، ناصرالدین البانی هم صحیح گفتند. و این حدیث نه فقط اینا بلکه امام های اعلام حدیث صحیح گفتند. ابن الملقین رحمت الله علیه میگن که این تمام علما امام ها روایت کرد، امام های مشهور از جمله امام شافعی و امام احمد و دارمی در مسنداشون و ابو داود و ترمذی و نسائی، ابن ماجه، دارقطنی در سنن هاشون، ابن خزیمه و ابن حبان در صحیح هاشون و حاکم ابو عبدالله در مستدرکش بر صحیحین و بر بیهقی در 3 کتابهایش سنن کبری و معرفت و خلافیات و حاکم گفت که هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و مسلم و لم یخرج. این حدیث طبق شرط بخاری و مسلم است، اگر چند که آنها روایت نکردند. یحیی ابن معین گفتند که اسناده جید. بعد خطیب بغدادی گفتند که یکفی شاهدا علی صحت هذا الحديث ان نجوم اهل الحديث صححوا. کفایه است برای صحیح بودن این حدیث همچون شاهد اینکه ستارگان اهل حدیث این حدیث را صحیح گفتند. فمن من صححه، از جمله آنهایی که صحیح گفتند امام شافعی، احمد، اسحاق بن راهوی، ابو ثور، ابو عبید و ابن خزیمه و غیر آنها. خلاصه به همین حدیث تکیه کرده عالم ها پیشتر همچون ضرب المثل میگفتند که اگر آب به قلتین رسد دیگه نجاست برداشت نمیکنه، یعنی آب ناپاک نمیشد، یعنی به آب یگان نجاست افتاد آب نجاست نمیشد، یعنی یگان عالمی بزرگ یگان عیبی داشته باشد اون عیب به آن عالم تاثیر نمیکنه. فتواهای غلط عبدالله ابن عباس هم داشتن، عبدالله ابن عمر هم داشتن، صحابه های بزرگوار، لیکن با وجود همین فتواهای غلطشون به بزرگی آنها تاثیر نمیکند. یعنی از جمله امام ابو حنیفه هم اگر یگان فتوای غلط یا خطا داشته باشند به این قدر بزرگی اون خطاگی ها تاثیر نمی کند. بنابر حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلام در سنن ابو داود و ترمذی و ابن ماجه از ابو هریره رضی الله عنه آمده است که اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران. اگر حاکم یعنی عالم اسلام مجتهد اسلام حکم کند، اجتهاد کند یا فتوا دهد و در همون فتواش درست فتوا دهد له اجران، 2 ثواب میگیرد. اگر اشتیاق کند و فتوای نادرست دهد 1 ثواب میگیرد. روایت اهل سنن، حدیث صحیح است.